ما به خدا همش بگی بده بده بده، اینو بده اونو بده، بر اساس سلیقه خودمون. شنیدی یه حرف رو نشیدی؟ ریش و قیچی دسته خودت، هر جوری نوشتی ما امضا میکنی. یه بار شد به خدا بگی ریش و قیچی دست خودت. فکر میکنی خدا برای تو بد میخواد؟ فکر میکنی خدا یادش میره چی باید برای تو بخواد؟ اگه نظر دیدی که خدا خیرخواه هست، پس چرا هیچ وقت نمیگی ریش و قیچی دست تو؟ جوابش چیه به نظر شما؟ 1. بی‌معرفتی. 2. بی‌اعتمادی. نکنه یهو مثلا چی؟ این مواجهه ما بنده های خدا با خداست. توقع هم داریم که زندگیمون چی باشه آقا؟ خب خدایا اوش که ما میخوایم به ما بده، ما میفهمیم چی میخوایم، تو نمیدونی ما چی میخوایم. عجب. اگه میبینی یا آشفتگی وجود داره، چون انتخاب توه. یه دفعه به خدا اعتماد کن. او خدایا ما به تو اعتماد میکنیم، ریش و قیچی دست تو.